شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، الله رب العزة والجلال را حمد و شکر و ثنا و ستایش میکنیم به همه اون توفیق و نعمتهایی که به ما بندگانش ارزانی داشته است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه که حلقه 91 هست، در موضوع فضیلت عشر الاخیر من رمضان، دهه اخیر ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد. برادرانم و خواهران بزرگوارم، به تحقیق به شما دهه اخیر ماه مبارک رمضان نازل شد. این 10 روز آخر مبارک رمضان 10 روزی است که در این 10 روز خیلی هم خیرها و نیکوها و اجرهای زیاد وجود دارد و این در 10 روز آخر ماه مبارک رمضان فضیلت‌های مشهور و خصائص‌های عظیم و بزرگ وجود دارد. پس از خاصیت‌های این 10 روز این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان چنان اجتهاد به عمل می‌کردند، کوشش به عمل می‌کردند که در دیگر ماه و در غیر این روزها، در دیگر وقتها این چنین عمل نمی‌کردند. خیلی که از مادرمان عایشه رضی الله عنها آمده است که میگویند: فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. عائشة رضي الله عنها میگویند که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان چنان اجتهاد میکرد که در غیر این ماه مبارک رمضان این چنین اجتهاد نمی کرد. که این حدیث صحیح است که امام مسلم در کتاب اعتکاف و ترمذی در کتاب روزه و ابن ماجه و احمد در مسند ذکر کردند. و حدیث دیگر از مادرمان عایشه رضی الله عنها آمده است که قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به دهه آخر ماه مبارک رمضان می رسیدند، در این دهه کمر خود را مستحکم می بستند، یعنی عمل را زیاد انجام می دادند، سخت عمل را انجام می دادند و شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان را بیدار می گذرانیدند و این چنین خانواده خود را، زوجه های خود را
در این دهه آخر ماه مبارک رمضان برای عبادت کردن بیدارشان میکردند. و این چنین از مادرمان عایشه رضی الله عنها آمده است که میگویند قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 20 روز اول ماه مبارک رمضان را با خواب رفتن و با روزه داشتن و با عبادت کردن آمیخته می کردند. اما وقتی که دهه آخری ماه مبارک رمضان می آمد کمر خود را سخت می بستند، عبادت را زیاد انجام می دادند و شبهایش را بیدار می گذرانیدند که حدیث اول را امام مسلم روایت می کنند، امام بخاری، یعنی حدیث متفق علیه است در کتاب تراویح، اینچنین مسلم در کتاب اعتکاف، و عموما هر دوی این حدیث متفق علیه می باشد. و از این سه حدیثی که ما از مادرمان عایشه رضی الله عنها به شما بیان کردیم دلیل بر فضیلت این دهه آخر ماه مبارک رمضان می باشد، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دهه آخر ماه مبارک رمضان اجتهاد می کردند. اجتهاد می کردند که زیادتر از غیر این روزها و این شبها بود و این اجتهاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همه نمودهای عبادت بود. اجتهادشان در نماز خواندن، در تلاوت قرآن، در ذکر کردن، در صدقه کردن و اینچنین در دیگر نمود عبادت در این دهه آخر مبارک رمضان زیاد میشد. در همه نمود عبادت حرکتشان، اجتهادشان، عملشان زیاد میشد، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 روز آخر ماه مبارک رمضان را متتالی پی در پی بیدار نگه می داشتند. بیدار با قیام اللیل، با قرائت قرآن، با ذکر، به قلبشان و به زبانشان و به جسمشان، به خاطر شرفمند بودن، پرشرف بودن این شبهای مبارک آخر ماه مبارک رمضان و برای یافتن و برای دریافت لیلة القدر، شب قدر که بزرگترین شبهای روی دنیاست. اون شبی که هر کس دریافتش کرد و هر کس در این شب عبادت کرد و قیام کرد با ایمان و احتساب، گناهش بخشیده خواهد شد. الله گناه زنده‌داران شب قدر را خواهد بخشید. پس این ظاهر حدیث ها دلالت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام شبهای لیلة القدر را بیدار می ایستادند و غیر لیلة القدر دهه آخر را زنده داری می کردند با عبادت کردن پروردگارشان، با ذکر و با قرائت و با نماز و با تیار دیدن برای سحور خوری و غیر این عملها. و با این گفته امان جمع کردن بین دو حدیث حاصل می شود. حدیثی که در صحیح مسلم از عایشه رضی الله عنها مادرمان آمده است که می گویند ما اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام. از عایشه رضی الله عنها آمده است که میگویند من نمیدانم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شب را تا صباح زنده نگه داشته باشد. این حدیث گویا که دلالت به نفی زنده نگه داشتن رسول الله میکند. گویا که عایشه رضی الله عنها میگویند من هیچ ندیدم که رسول الله یگان شب از شبها را، فرق ندارد که کدام شب باشد، زنده نگه داشته باشد. اما در سه حدیث قبلی ما به شما بیان کردیم که رسول الله دهه آخر ماه مبارک رمضان را زنده نگه می داشتند. یعنی زنده نگه داشتن با البته ذکر و با قرائت و با نماز و با استعداد و با چند این عملها جمع می شود.
اما این حدیث عایشه که دلالت به نفی زنده نگه داشتن رسول الله میکند، این معنیش این است که رسول اکرم یگان شب را تا صبح به نماز سپری نکرده اند. یعنی بعد از خفتن تا نماز فجر تا صبح خواب نرفته فقط نماز نخوانده اند، بلکه زنده ایستاده اند، بیدار ایستاده اند، اما بعضا نماز، بعضا تلاوت قرآن و ذکر با این نمودهای عبادت این شب مبارک دهه آخر رمضان را جمع کرده اند. و از فضیلت دیگری که این حدیث های گذشته بیان می کند این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیر البشر، افضل الناس، در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان خانواده خود را، اهل خود را بیدار می کردند برای عبادت، برای خواندن نماز، ذکر، حریص برای غنیمت داشتن این شبهای مبارک آخری ماه رمضان بودند، چرا که در این شبها عبادت درجه دارد، فضل دارد و این شبها یک فرصت برای هر یک شخص است، فرصت برای دراز کردن عمر است، فرصت برای زیاد کردن اجر و ثواب است و یک بهترین نعمت و غنیمت از جانب الله به بندگانش است، به اون بندگانی که الله به اون بندگانش توفیق را عطا کرده است. پس مؤمن واقعی و عاقل نباید این فرصت را از دست بدهد، این وقتهای پرقیمت را، این فرصتهای خیلی هم قیمت بها را باید غنیمت شمارد به خودش و اهل خانواده اش. این شبها شبهای به شمار هست. شاید انسان در این شبهای ماه مبارک رمضان در دهه اخر یک وقت از وقتهای کمی عبادت بکند و به سبب این عبادتش سعادت این دنیا و آخرت را کسب نماید. پس ترک این شبها، بیخبر بودن از این شبها، عبادت نکردن و قدر ناشناسی کردن این شبها از بزرگترین حرمان است، از بزرگترین خسارت در این دنیا و آخرت می باشد. پس دیده می شود که بسیاری از مسلمان ها به این وقت می رسند، اما این وقت مبارکی دهه آخری رمضان را چنان سپری می کنند که به اونها هیچ فایده، هیچ منفعت، هیچ اجر و ثواب باقی نمی ماند. اکثر این شبها را، اکثر این وقتهای مبارک را با لهو و لعب و باطل، با سخنهای بیهوده می گذرانند. وقتی که وقت قیام می آید، وقت نماز می آید، وقت عبادت می آید، وقت نزول رحمان می آید، این بندگان خوابند و وقت را بیهوده می گذرانند و بر نفسهای خود ظلم می کنند. می دانند که اینها بعد از این دهه رفتن دیگر تا سال آینده دیگر این چنین نعمت ندارند، این چنین فضل را برخوردار نمی شوند. با وجود این اینها بازیچه شدگان شیطانند و این از بازی و تلاعب شیطان است به اونها و مکر شیطان است به اونها که اونها را از این راه عبادت، از این راه خیر، از این راه سعادت، از این راه نجات، از این راه جنت، از این راه دیدار الله، از راهی که آخر راه جنت است باز می دارد. از راه الله اونها را وسوسه برای خودش می کند. الله رب العزة والجلال می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. سوره حجر آیتی 42. البته اون بندگان من را، اون بندگانی من که هستند، تو بر بالای این سلطانی نداری. به شیطان الله ندا میکرد مگرم به اونها سلطانی داری، تأثیر گذاشته میتوانی که اونها غاوین هستند، خودشان این راه بدبختی را اقرار کردند. پس انسان عاقل هیچگاه شیطان لعین الرجیم را دوست خود قرار نمی دهد. برادرم و خواهر عزیزم، بارک الله فیکم، دوستی ما و بهترین یاور و دستگیری ما این الله رب العزت و الجلال است. پس این شبها را الله رب العزت و الجلال برای ما بهترین شبها کرد. ما باید الله را در این شبها دوستی بکنیم و دوستی شیطان را، همکاری با شیطان را، نزدیکی شیطان را در این شبها و در غیر شبها از خود دور بکنیم و اجتهاد به سعادت خود بکنیم. الله رب العزة والجلال میگوید قال الله تعالى افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. ای مردم، آیا شما شیطان را و ذریه شیطان را به خود اولیا و دوست قرار می دهید؟ مرا، یعنی الله میگه من دونی، غیر مرا، در حالتی که اونها یعنی شیطان و ذریه شیطان دشمن شما اند. و بئس للظالمین بدلا، و چه خیلی بد است که ظالمان به خود این چنین بدیل را اختیار کردند، این چنین راه را اختیار کردند. و الله میگوید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. سوره فاطر آیه 6. البته شیطان برای شما دشمن است، پس این دشمن را دشمن بگیرید، این دشمن را دشمن اختیار بکنید. البته شیطان حزبش را، گروهش را، دوستانش را دعوت میکند تا که از اصحاب السعیر، تا که از فرقه های دوزخیان باشند. سبحان الله. پس برادرم و خواهر عزیزم که تا امروز در غفلت بودی، در عیش و عشرت بودی، بیدار شو، به نزد راه راست بیا، اطاعت پروردگارت، خالقت، حی القیوم الله رب العزت و الجلال را بجا بیاور تا که نجات داری، تا که نجات یابی. فرصت داری، بهترین شبها، بهترین وقتها، سعادت دنیا و آخرت در روبروی تو وجود دارد. این شب شب 23 لیلة القدر است و از خصائص و فضیلت این دهه آخر ماه مبارک رمضان این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این شبها دهه آخر مبارک رمضان و روزش و شبش به اعتکاف می نشستند. اعتکاف یعنی لازم گرفتن مسجد برای تفرغ شدن، برای فارغ شدن به عبادت الله عز و جل. و این عمل اعتکاف نشستن در مسجدها از سنت های ثابته از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. الله رب العزت و الجلال میگوید ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد.
ای مسلمان ها، وقتی که شما در مسجد اعتکاف می نشینید، مسجد را برای عبادت کردن الله رب العزت و الجلال به خود لازم می کنید، در این حالت به زنهای خود نزدیکی نکنید. این دلالت می کند که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان در نص کتابش اعتکاف را همچون یک عبادت در مسجد ذکر کرده است. سوره بقره آیت 187. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتکاف نشستند و تمام صحابگانش رضی الله عنهم افضل الامه، بهترین مرتبه بعد از پیامبران، اعتکاف نشستند با همراهی رسول الله. خیلی که از ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت است که میگویند ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. ابی سعید الخدری رضی الله عنه میگویند البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اول ماه مبارک رمضان اعتکاف نشستند. بعد از این در دهه وسط، در دهه دوم اعتکاف نشستند. بعد از این گفتند البته من در دهه اول ماه مبارک رمضان اعتکاف نشستم و این شب بزرگ را، شب لیلة القدر را در این شب کافتم. بعد از این در دهه دوم ماه مبارک رمضان اعتکاف نشستم تا که این شب بزرگ لیلة القدر را دریابم و من به این دهه آخر ماه مبارک رمضان آمدم و اعتکاف نشستم و این دهه آخر ماه مبارک رمضان در این دهه این لیلت شب بزرگ را دریافت کردم. پس هر کسی که دوست دارد که اعتکاف بنشیند در این شبهای دهه آخر مبارک رمضان، عموما شبش و روزش در دهه آخر مبارک رمضان اعتکاف نشیند. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث را روایت میکنند. حدیث 100% صحیح است، در کتاب روزه صوم ذکر شده است. و اینچنین از عایشه مادرمان رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همه دهه اخیر ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشستند تا اینکه الله رسول الله صلی الله علیه و سلم را وفات کردند. بعد از اینکه رسول الله وفات کردند، زوجه های رسول الله، خانواده رسول الله اعتکاف می نشستند. و اینچنین این حدیث صحیح است. امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب اعتکاف و امام مسلم در کتاب اعتکاف ذکر کردند و در سنن ترمذی و ابو داوود ذکر شده است. و اینچنین از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت دیگر آمده است که کان النبی صلی الله علیه و سلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. سبحان الله. عایشه رضی الله عنها میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 9 سالی که روزه داشتند، در هر یک سالش دهه آخری ماه مبارک رمضان را اعتکاف می نشستند و اون سالی که الله جان رسول الله را گرفت و وفاتشان کنند، در اون سال اخیر 20 روز اعتکاف نشستند. این دلالت به جایز بودن 20 روز اعتکاف نشستن میکند. و از انس رضی الله عنه روایت است که میگویند کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما كان العام المقبل اعتکف 20. حدیث انس دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این 9 سالی که روزه داشتند، 8 سالش در دهه آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف گرفتند، اعتکاف نشستند. اما 1 سالش به سبب اینکه در سفر بودند اعتکاف ننشستند. برای همین در آخر سالشان همچون گویا قضا سال گذشته را هم اعتکافش را جمع میکنند و به این سال همراه میکنند. 20 روز دهه دوم و دهه سوم را اعتکاف می نشینند که این حدیث هم حدیث صحیح است.
حدیث عایشه دوم که روایت کردیم حدیث متفق علیه است و حدیث اینچنین انس هم حدیث صحیح و بخاری و در سنن ها ذکر شده است. در کتاب بخاری باب اعتکاف و ابن ماجه و مسند احمد و ابو داوود و غیر اینها. عموما حدیث هایی که بیان کردیم 100% حدیث های صحیح است و اینچنین روایت های دیگر از مادرمان عایشه رضی الله عنها آمده است که میگویند کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنته عائشه فأذن لها فضربت لها خباء وأسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بنا عائشة وحفصة وزينب فقال النبي البر أردن بهذا انزعوها فلا أراها فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. عایشه رضی الله عنها در حدیث صحیح میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقتا که میخواستند که به اعتکاف بنشینند نماز فجر را میخواندند، بعد از این به مکان اعتکافشان معتکفشان داخل میشدند. و عایشه رضی الله عنها مادرمان از رسول الله اجازت خواستند تا که با همراهی رسول الله در مسجد اعتکاف بنشینند. رسول الله اجازت دادند و یک خیمه خاصی را عایشه رضی الله عنها به خود در درون مسجد گرفتند تا که از چشمان مردم مستوره باشند. و حفصه رضی الله عنها بنت عمر از عایشه میپرسند که از پیامبر بپرس تا که به من هم اجازت بدهد. پیامبر اجازت میدهند و اینچنین زینب میپرسند اجازت میدهند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبینند که در درون مسجد 3 خیمه هست. خیمه حضرت مادرمان عایشه و حفصه و زینب رضی الله عنهن اجمعین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که به این کارشان نیکی را خواستند و همه این خیمه ها را بیرون بکنید و تمام این خیمه ها بیرون کرده شد تا اینکه اینها در دهه اول ماه شوال اعتکاف نشستند. پس امام احمد بن حنبل رحمه الله میگویند لا اعلم عن احد من العلماء خلافا ان الاعتكاف مسنون. من از هیچ یک از علما نفهمیدم که مگرم این که همه اونها اعتقاد داشتند که اعتکاف این سنت است. یعنی همه علما اتفاق داشتند که اعتکاف این سنت است. پس مقصد از اعتکاف نشستن این قطع کردن انسان نفسش را از مردم تا که به طاعت الله در مسجد مشغول باشد و به طاعت الله خالی بشود و در مسجد در خانه از خانه های الله رب العزت و الجلال این فضل بزرگ را و این ثواب را طلب بکند و دریافت شب قدر را کوشش بکند. و برای همین ضرور است به هر یک معتکف نشیننده تا اینکه به ذکر الله، به قرائت قرآن و به خواندن نماز و به جا آوردن عبادت مشغول باشند و نه به غیر اینها. و از اون کارهایی که ما لا یعنی هست، معنی ندارد و از سخنهای دنیاست و از فتنه های دنیاست دور بشوند. اما باقی ندارد که در حالت اعتکاف نشستند با همدیگر کمی از صحبت های مباح را انجام بدهند، با همراهی اهلشان، با همراهی دوستانشان، اون صحبت هایی که مصلحه دارد، رفاقت دارد، دوستی را برپا می کند، از مباحات است باقی ندارد. خیلی که حدیث صفیه ام المؤمنین رضی الله عنها به این دلالت می کند که می گویند قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث. مادرمان صفیه رضی الله عنها میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مسجد معتکف بودند، به اعتکاف نشسته بودند.
به زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم و با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این شب کمی صحبت کردم. پس خواستم که از نزد رسول الله که به زیارتشان رفته بودم به خانه ام بازگردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همراهی من بیرون شد و مرا به نزد خانه ام آورد. حدیث صحیح است و حدیث البته متفق علیه است. این حدیث دلالت میکند که اگر زن شوهرش را که اعتکاف نشسته است برای زیارت کردن رود و با همراهی شوهرش صحبت داشته باشد، این جایز است. و مرد هم اگر زنی زیارت رفته شده را به نزدش به خانه اش بازگرداند، بیارد، از مسجد بیرون شود، باکی ندارد که این صحبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پرغیرتترین مردم در روی دنیا بودند. و کاری که برای معتکف حرام است و جایز نیست این جما کردن به زنش یا که مقدمات جما است. مباشره کردن، بوسه کردن، لمس کردن با شهوت جایز نیست، چرا که الله رب العزت و الجلال گفت ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. ای مردم به زنهای خود مباشرت نکنید هنگامی که شما در مسجد به اعتکاف نشستید. تو مباشرت کردن یعنی بوسه کردن، لمس کردن با شهوت، مقدمات جما هم جایز نیست. پس اما اگر از مسجد بیرون شدنش در غیر ضرورت باشد جایز نیست، یعنی خود به خود به یگان مشکلی از مسجد بیرون شود جایز نیست. اما اگر بعض جسمش را بیرون کند برای حاجت باشد یا غیر حاجت باکی ندارد، چون که حدیث صحیح عایشه رضی الله عنها مادرمون به این دلالت میکند که میگویند قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالتی که معتکف بودند سرشان را از مسجد به خانه می در آوردند، فقط سرشان را، و من سری رسول الله را می شستم، شانه می زدم در حالتی که من حائض بودم. سبحان الله. و در روایت دیگر آمده است که كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرها يناولها رأسه. عایشه رضی الله عنها موی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرشون را شونه می کردند در حالتی که حائض بودند و در حالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد اعتکاف نشسته بودند. و عایشه رضی الله عنها در قفس سینه پیامبر بودند و سر پیامبر را شانه می زدند. و این حدیث هم حدیث صحیح است که امام بخاری ذکر کردند. و این حدیث دلالت می کند که انسان اگر از مسجد سرش را بیرون کند و زنش سرش را شانه زند یا که شوید جایز است. و اما اگر انسان از مسجد با تمام بدنش بیرون شود، از به سه حالت تقسیم می شود. اولا حالت اول بیرون شدن از مسجد در حالت اعتکاف نشستند برای یک عملی که بیرون شدن به خاطر این عمل ضرور است، لازم است، هم طبیعتا و هم شرعا، به مانند قضای حاجت کردن، پیشاب کردن، درون کردن، وضو گرفتن و غسل کردن که واجب است، مثلا غسل کردن از جنابت یا که برای خوردن، نوشیدن. به خاطر این چیزها اگر از مسجد، از تریتوری مسجد بیرون شوید که در درون مسجد شرایط نباشد جایز است. در حالتی که در مسجد شرایط نباشد به خاطر این چیزهایی که ما لا بد منه، یعنی بودنش ضرور است، به این ممکن نیست، جایز است. اما اگر فعل پیدا کردن این چیزها در مسجد امکان داشته باشد، بهترش در مسجد باشد. یا اگر کسی به این طعام برد یا خوراک برد، بهترش در مسجد است. پس در حالت‌هایی که ضرورت است بیرون برآمدن باکی ندارد. قسم دوم این است که
بیرون برآمدن از مسجد در حالتی که اعتکاف نشسته اید به یک امر، به یک کاری که برآمدن به اون کار واجب نیست. به مانند عیادت کردن مریض، زیارت کردن انسان یک برادر مسلمان در حالتی که وی مریض هست، برای اشتراک کردن به نماز جنازه و به مانند این عملهایی که واجب نیست، همه اینها سنت است یا فرض کفایه است. به مانند جنازه اگر در اعتکاف باشد برآمدن شما به این عمل خوب نیست، بهترش نبرید. اما اگر به خاطر این چیزها هم برایت که واجب نیست، باقی ندارد، برای اشتراک کردن جنازه یا برای زیارت کردن یک مریض اگر برایت باقی ندارد. قسم سوم، بیرون شدن از مسجد در حالتی که شما در مسجد اعتکاف نشستید، بیرون شدن به خاطر یک امری که اصلا نه سنت است، نه فرض است، نه واجب است، اصلا یک امر بیهوده است، از امر دنیا هست که اعتکاف شما را نفی میکند، میشکند. به مانند خارج شدن از مسجد در حالتی که به اعتکاف نشستید برای خرید و فروش و برای جماع کردن و مباشره کردن اهل خانواده و به مانند این چیزهای بیهوده. پس انجام دادن این عملها جایز نیست و برای این عملها برآمدن هم جایز نیست و هر کسی که به خاطر همین از مسجد بعد از اعتکاف نشستن میبرد، اعتکافش نفی میشد، میشکند، برای اینکه اینها شکننده های اعتکاف هستند و مقصد انسان را خواهد شکست. و از خاصیت های این دهه آخر ماه مبارک رمضان این لیلة القدر است، اون شبی که بهتر از 1000 ماه. پس قدر این شب لیلة القدر را بدانید رحمکم الله. پس بارک الله فیکم، این دهه آخر این چنین فضل دارد، غنیمت شمارید، بیهوده نگذارانید، وقتهایش پرقیمت است و برکاتش و خیرش و نیکویش ظاهر آشکار است. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. پس شب لیلة القدر معروف است که الله رب العزة والجلال برکات این شب را و فضیلت این شب را بیان کرده است که ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده به شما در روزهای نزدیک در مسئله لیلة القدر صحبت خواهیم کرد. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم بكل خير وصلاح، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.